دوستان عزیز السلام علیکم. ما امروز با تک پیوندهایمون آب سر دادیم. آبی قطرگی است. بینید تک پیوند بسیاری شنوندم من اینجا از خارج کشور آورده و آب سر دادیم. اما ببینید در یک ساعت 2 لیتر آب میچکد. بیخی هر یکتاش کفایه هست. 2 ساعت آب تیم فکر میکنم کفایه است. آب چکیده شده است. اکنون فقط سوال میتید که آبی قطرگی چگونه گذرونیم. وزیر من سرگاهش میرم و شما نشون میدم. سرگاهش و اونجا هست. هر یک قطورده یک تا بیخی هر یک جویکده یک تا شلنگ آبی قطرگی گذراندگی هستیم. پیکان رو نیز من در بیخی پیکان هم نیز چکیده شده است. بینید در بیخی پیکان یک سروخ اونجا بسیارتر چکیده شده است. شلنگ خطایی هم که میشه قده. با هر حال به نهایت نقص چکیده شده است. آبی غش می باشد حالی بهارون. بینید چه خیلی ما از دریا راست همینجا آب آوردیم. من همین تراسه هست از بالا آمدگی. یگان رزروار نداریم. داریم رزروار یعنی ظرف استفاده نمیبریم. از دریا راست میبیاید و بعد با قطارها جدا می شود. بینید با کمربندها یا که با منمی وینتیل ها با جمکچه ها جدا می شود. این جمکچه محکم می شود و کشوده می شود. دیدید محکم شد کشوده شد. اینجا سوراخ میکنید یک میتقانه درون میسخشه میتونه محکم می شود و آب قطرگی رو از اینجا وصل میکنید و میپیچونید. تمام رفت آب قطرگی. یک سال دراز که فقط چیکار میکنید؟ چوبوق میکنید و دورو میزنید و چوبوق میکنید. دورو میزنید چوبوق میکنید. تک پیوندی ما به نهایت نقض میشود. خدا خواهد این تک پیوندی سیب است و گلاس است از خارج کشور آوردگی. این همش خوب میشود نصیب باشد. انا هم دیارون عزیز این بود گذراندن آب قطرگی. شلنگ هایش در بازار کشانیان است. همه همین تجهیزات ها در بازار کشانیان است. میتونید با آب قطرگی شما باغاتون رو آب دید. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. بر قدم معقول باشد یک لایک ماند. یا اون گپی خوبش رو نویسید. گپی گنده ننویسید.